فکر کنین ابریشم یه رشته بود که قاره ها رو به هم وصل می‌کرد. یه شهر یعنی تبریز همین رشته رو تبدیل کرد به قدرت. تو قرن 15 ابریشم فقط یه پارچه قشنگ نبود، نه، یه دارایی استراتژیک بود. خب موقعیت جغرافیایی ایران رو ببینید، یه پل حیاتی بین بازارهای بزرگ شرق و غرب. این مسیرها هم صرفاً جاده نبودن، بلکه حکم شریانه‌های اقتصادی دنیا رو داشتن. حاکمان ترکمان این نقشه رو خوب بلد بودن. میدونستند کنترل مسیرها یعنی کنترل ثروت. سفر ابریشم از چین شروع می شد و بعد از عبور از مراکز مهمی مثل تبریز به اروپا می رسید. و مرکز اصلی یعنی قلب تپنده کل این شبکه، پایتخت ترکانان، شهر تبریز بود. تبریز فقط یه بازار ساده نبود، یه سیستم کامل بود که روی اعتماد و اعتبار تجاری میچرخید. یه سیستم خیلی دقیق که همه چیز رو مدیریت میکرد، از ورود کالا تا تضمین پرداختها. از همین مرکز یعنی تبریز 2 شاهراه اصلی ابریشم رو که کل دنیا میرسوند. یه مسیر میرفت سمت غرب به بازارهای اروپایی، اون یکی هم به سمت جنوب به بنادر تجاری هند. این شبکه تبریز رو به قدرت‌های بزرگ اقتصادی اون دوره وصل می‌کرد، از ونیز تا خود هند. اما داستان فقط اقتصادی نبود. سیاست و جنگ همیشه یه طرف ماجرای ابریشم بودن. اگه رقیبی راه رو می‌بست، حاکم‌ها هیئت‌های سیاسی می‌فرستادن تا امنیت کاروان‌ها رو تضمین کنن. ابریشم خودش یه ابزار قدرتمند بود، هم برای دیپلماسی، هم برای نفوذ فرهنگی ترکمان‌ها. پارچه‌های نفیس ابریشم بهترین هدیه دیپلماتیک بود، نماد ثروت و اعتبار یه حاکم. خب، داستان تبریز یه درس خیلی مهم و استراتژیک در مورد قدرت به ما میده. موضوع اصلی خود ابریشم نبود، بلکه ساختن یه شبکه بود، شبکه‌ای از اعتماد و دیپلماسی. و این ما رو به یه سوال مهم میرسونه. به نظرتون جاده‌های ابریشم امروزی چیا هستن؟ من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید سرای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسیز سیزین سسینیز.